یک برادری ازبک یکم بار مسکو میپره پیش پریدنش خیش توارا جمع میشن دامت نشه میگه خیش عثمان بردی ای مسکو آمده اگه چیزی دفیسیت بیار دفیسیت میگه навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. Ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. خوشه از هر یک گوشه یک انکدوت دیگه درباره برادرای ازبک زمان خب یا مخلوقای خدا انکو یک برادر ازبک یکم بار مسکو میپره پیش پریدنش خیش توارا جمع میشن دامت نشه میگه خیش عثمان بردی ای مسکو آمده اگه چیزی دفیسیت بیار دفیسیت میگه دفیسیتش چی؟ میگه همین کجای دیدی که آ چربیسیار هست نشد اون مگزین دی اگه چیزی دفیسیت روستن. خب عثمان بردی بیچاره میگه یا ما دو ما کار میکنه خیلی اندک چشمشوی میشه با مگزین دفیسیت میکنه یا تاکسی فایرو میکنه میگه براتان مره یکان جای دفیسیت بر گفته سوم ببرم تا گم ببرم تا کراسنی کجا ببرم تا کراسنی پلاشت ببرم تا گفته ببر یکان جای دفیسیت یا خیلی آچه بسار باشه بیچاره ازبک میگیره موزله میاره موزله ده نگاه میکنه آچه بسار میگه این همینجا بیست تاکسیس با ایوان بوده میگه این همینجا بیست ازبکی بیچاره مسته طرف تاکسیس میگه بگه با بیا مره برای جا یوانی تاکسیس بگه می همون کراسنی پلاش ده نگاه میکنه ازبک همون سرش پست آمده است میگه ها عثمان بردی چو کردی هیچی میگه براتن گرفتی بگه همون چیز دفیسیت میگه نه بلد نتونستم گرفته این همین نوبت اسادم رفتم نوبتی ما آمدن ده بلد ندرم اوجه پراداوز مردگی خواه یا پیغام صبحدم اینام شهر نریون به تمام مخلصا اگر انیقداد پیسند آمد این خیلی گلوای لایک مونین صبحدم در این کابینت ورش تختق میشه ورش میگه بده راکیت یک آدم هم خیمه داره استوری بلیز چطور استوری ورش ده میمونه میگه گیمروی ورش هم خیمه گیره استوری نگاه مکنه میگه برو که پایان که برو که پایان مکنه هم نگاه مکنه میگه برای جت یک آخه گیمروی با یه روز ایباید میگه زیر با در تختق با میدروی هم آدم کنیشکش دستش ده گیمروی تار استال ده میمونه ورش هم خیل میبینه مگه برو که پایان مکنه این سوسو تماشا برای مگه ایجا یکان خیلی گیمروی نیستی برای ایجا بیچاره میره روز سیم با کنیشگر دراز مکنه گیمروی ورج گزیلی میشه برو که پایان مکنه نگاه مگه تو به عقلی چی تو گیمروی نیستی تو برای ایجا گفته رفیق دکتر میبخشی مره فامیلیم گیمروی اتک ما دندانکانی آمدم با گفته چی ده سر از گاونه زدی آخی هر سهری من میامده تو برو که من میخمونی من حیران میشه با گفته چی ده سر از گاونه زدی که تو برای دندان آمدی اما گفته من کجا میدونم تر برو که من خمه که دهنی کونی من رو تماشا مکنی من خیال کردم که ریشه های دندان مکافته سی